سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نوید بامدادی را میبینید. امروز چهارشنبه 15 ینور است و من عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه‌ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. برنامه را با خبرهای آخرین تاجیکستان شروع میکنیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اطلاع داده است که تخمیناً ساعت‌های 16:30 14 ینور شهروند میزنتسف ایوان اندریویچ که سال تولدش 1987 است و در کوچه رودکی 176 شهر دوشنبه استقامت میکند غیر قانونی یک عدد نارنجک ارگده 5 را در خانه استقامتیش نگاه می داشت. با خود گرفته هنگامی که در نزد درآمدگاه بینا قرار داشته است نارنجک منفجر می شود. در خبری رسمی وزارت که در سامانه رسمیش روز 15 ینور نشر شد آمده است که میزنسف در حالت مستی قرار داشت و بنابر مناسبت خنک نظرانش نارنجک ترکیده است. در نتیجه ترکش نارنجک میزنسف جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی میگوید سنجش حادثه از جانب گروه اپراتیوی تفتیشاتی مقامات حفظ حقوق شهر دوشنبه ادامه دارد. هواپیمای شرکت بین‌المللی اوکراین که 8 ینور بعد از چند لحظه پرواز در نزدیکی فرودگاه شهر تهران سقوط کرد توسط 2 موشک سرنگون کرده شده است. روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوار دوربین نظارتی نشر شد که این گفته‌ها را تصدیق می‌کند. ساخته نبودن ویدیو را روزنامه‌نگاران تحقیقاتگر روزنامه The New York Times تصدیق کردند. در نوار دیده می شود به سمت هواپیما در فاصله 30 ثانیه 2 موشک پرتاب می شود و هر دوشان به هدف می رسند. هواپیما در آسمان آتش گرفته خلبان‌ها اداره را از دست می دهند. در نتیجه هواپیما سقوط کرده 176 مسافر آن به هلاکت می رسند. ویدیو را دوربین ثبت کرده است که در یکی از بیناهای زیستی واقع در چند کیلومتری پایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نصب شده است. اخیراً سپاه اعتراف کرد که در انتظار ضربه‌های هوایی احتمالی ایالات متحده آمریکا به طور اشتباهی هواپیما را سرنگون ساخت. هواپیما توسط موشک نظامی روسی تور سرنگون شد. هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در مذاکرات روز 14 ینور در شهر اصفهان به موافقه رسیدند که 114 کیلومتر مرز را که گروه‌های توپوگرافی دو جانب معین کردند در دوام 2 ماه بهای حقوقی داده خط مرز را معین کنند. در این باره ژنش رزاقوف معاون نخست وزیر قرقیزستان که هیئت این کشور را رهبری می‌کرد اظهارات داده است. در اظهارات رزاقوف همچنان گفته می شود که جانب‌ها به موافقه رسیدند که تا سنه 1 مارس امسال در مورد عوض کردن قسمت‌های مرز که مثل خانه‌های شاهمات در داخل همدیگر قرار دارند پیشنهاد صورت گیرد. همچنان جانب‌ها توافق کردند که در کنار راه آش بادکند اصفهان که از راه اصفهان واروخ می‌گذرد دوربین‌های نظارتی و اسباب‌های روشنی دهنده نصب کرده شود تا در مورد سر زدن جنجال میان ساکنان نزد مرزی مقامات دو جانب با استفاده از نوارهای دوربین‌های نظارتی مجرمان را جزا دهند. یک نکته دیگری که تاجیکستان و قرقیزستان به موافقه رسیدن این بود است که من بعد جانب‌ها در مورد اجرای کارها در تقسیم و علامتگذاری مرز دو کشور پیشکی به وسایل اخبار عامه اطلاع نمی‌دهند. در حالی که هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان تصمیم دارند به وسایل اخبار عامه خبر ندهند، انتظار می‌رود در ازبکستان با وارد کردن تغییرات به کدکس حقوق بیانکنی مأموری برای دخالت و ایجاد مانع به فعالیت روزنامه‌نگاران جریمه تعیین شود. چون این تغییرات در ماده 197 قسم 5 پیش بینی می‌شود. ماده 197 قسم 5 دخالت یا ایجاد مانع به فعالیت قانونی و کسبی روزنامه‌نگار است که باعث جریمه بندی از 2 تا 5 نشان دهنده برای حساب‌ها می شود. در حال حاضر یک نشان دهنده برای حساب‌ها در ازبکستان نزدیک $23 را تشکیل می دهد. بررسی طرح مذکور تا 28 ینور دوام خواهد کرد. رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شکایت دارد که مقامات محلی در بعضی از ناحیه‌ها هنگام تهیه سندهای نمایندگان این حزب به کمیسیون مرکزی انتخابات مانعه‌های به گفته حقوقی و سیاسی ایجاد کردند. این در حالی است که تا پایان مهلت ثبت نام نامزدها به مقام وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان همگی 1 روز مانده است.
رحمت الله زوئیروف رئیس این حزب این وضعیت را مناسبتی نفرت انگیز و تبعیض سیاسی و حقوقی نامیده است و میگوید در این باره به کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی عریضه شکایتی نوشت. مقامات کمیته مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفتند در این باره نامه نگرفتند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان روز 5 ژانویه امسال در انجمن اعلان کرد که با 8 نامزد در انتخابات ماه مارس اشتراک میکند. زوئیروف ادعا دارد که مقامات محلی وقت عضو حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بودن نامزدها را میفهمند، با هر بهانه از آماده کردن حجت‌های آنها سرپیچی میکنند. وی به عنوان مثال از مشکل یکی از نامزدها شانظر و در ناحیه شهر توس یادآور شده است که به گفته زوئیروف چند روز باز یک سند را از اداره انداز گرفتن نمیتواند. انتخابات وکیلان پارلمان تاجیکستان قرار است ماه مارس سال 2020 برگزار شود. تیر ماه همین سال برگزاری انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان در نظر است. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نوار نادری دارید که می‌خواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر، واتساپ و یا ایما با ما بفرستید. رقم تلفن ما +420 724 05 39 59 است. یادآور می‌شویم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام‌ها است. اگر شما خبر فرستادید، ما جزئیات آن را از شما پرسان می‌شویم. وزارت نقلیات تاجیکستان قرار کرده است که ماشین‌های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2014 من بعد حق تاکسیرانی در شهر دوشنبه را ندارند. در قرار وزارت گفته می شود چنین تصمیم پس از درخواست رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی گرفته شد. هدف از این تصمیم تأمین بی‌خطری مسافرکشانی در جاده‌های پایتخت گفته می شود. بنابر ارزیابی شرکت‌های تاکسی در صورت اجرای این قرار ممکن است حدود 1000 نفر رانندگان تاکسی بیکار مانند، چون که آنها امکانیت خریداری ماشین‌های نو را ندارند. قبلا با قرار شهرداری همه شرکت‌های تاکسی عهدهدار شده بودند که ماشین‌ها را با دیزاین یگانه‌ای که در پایتخت قبول شده است مطابق سازند. از ماه فوریه سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به کشور وارد کردن ماشین‌های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2005 منع شده است. در ازبکستان شاخص نرخ آش پلو جاری شد. کمیته آمار ازبکستان شاخص و یا ایندکس پلو را جاری کرده است و این نهاد هر 3 ماه در شهر و ولایت‌های کشور نرخ یک طبق پلو را به قید می‌گیرد. موافق آماری که کمیته روز 13 ژانویه در سامانه رسمیش نشر کرد، نرخ یک طبق و یا پرس پلو در منطقه‌های ازبکستان از 10700 سوم یعنی $1.12 تا به 20000 سوم یعنی $2.10 ارزش داشته است. نرخ یک طبق پلو در تاشکند پایتخت ازبکستان 15400 سوم و یا $1.61 بوده است. ضمناً نرخ طبق آش در آشخانه‌های دوشنبه به حساب میانه عین زمان 20 سامانی معادل $2 آمریکایی است. ایندکس پلو در ازبکستان به خاطر معین کردن قابلیت خریداری مردم در مناطق گوناگون این کشور راه اندازی شده است. کمیته آمار این کشور به خاطر سر استعمال بودن پلو آن را به حیث چینک یگانه پذیرفته است. خبر دیگری هم داریم از ازبکستان. میلیاردر ازبک‌تبار روس الیشر عثمانوف سرمایه‌گذاری در دسته اورتون انگلیا را افزایش داد. او به صورت حسابی این دسته فوتبال 30 میلیون پوند استرلینگ گذرانده حق پیدا کرده است که نام ورزشگاه آینده اورتون را مشخص کند. خبرگزاری ها این اطلاع را در حسابات مالی اورتون پیدا کردند. عثمانوی 66 ساله دوست و کارشریک دیرینه مالک دسته اورتون صاحبکار ایرانی تبار بریتانیایی فرهاد ماشری می باشد. در گذشته عثمانوف 30% سهمیه های دسته ارسنال لندن را در اختیار داشت و در ماه آگوست سال 2018 به مالک اساسی سهمیه های ارسنال صاحبکار آمریکایی استن کرونک پیشنهاد کرده بود که بر عوض $700 میلیون سهمیه های ارسنال را به او فروشد، ولی کرونک قبول نکرد و عثمانوف سهمیه های در اختیار داشته ارسنال را فروخت. بینندگان عزیز، در پایان این نشر خبر با درخواست شما همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. طبق قرب اسعار خارجی برای امروز که از جانب بانک ملی تعیین شده است، $1 آمریکایی 9 سومانی و 69 درم، 1 یورو 10 سومانی و 76 درم و 1000 روبل روسی 157 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما می شود. ما را همراهی کنید.